حرکت بالا سینه دمبل دستچرخ موازی. عضله درگیر در اجرای این حرکت عضلات سینه‌ای مخصوصاً قسمت بالایی و داخلی عضله سینه. برای انجام این حرکت روی میز شیبدار به زاویه 30 الی 45 درجه بخوابید. سرتون رو روی نیمکت و کف پاتون رو به زمین بچسبونید. 2 تا دمبل رو روبروی سینه خودتون طوری که کف دستا روبروی هم باشن قرار بدید و به هم بچسبونید. سعی کنید آرنجتون رو زیاد از هم باز نکنید طوری که با بدنتون یه زاویه 30 درجه داشته باشن. این نقطه شروع حرکته. حالا با تمرکز و بدون خم کردن مچ دست دمبل ها رو به صورت عمود به زمین به بالا پرس کنید. در این نقطه مراقب باشید آرنجتون کاملا صاف و قفل نشه. مجددا به نقطه شروع برگردید. چند نکته مهم: در طول انجام حرکت سرتون رو از روی نیمکت بلند نکنید تا مهره‌های گردنی آسیبی نبینند. به کمرتون کمی قوس بدید و سینه‌تون رو بالا بیارید. برای فشار بیشتر هنگام پایین آوردن دمبل ها میتونید کمی سینه خودتون رو لمس کنید و در نهایت دستاتون رو در راستای زمین پایین بیارید و به بالا یا پایین قوس ندید. ما همیشه کنار شما هستیم.